وطندارای عزیز السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ویژه، یعنی برنامه بهار نو. آمد بهار، دلا شد بیقرار، که باز امسال امنیت نکنه فرار. آها، مهمانای خوب در برنامه داریم. آقای متین عثمانی، آهنگکش چی بود؟ توی آرام جانم، که او یک هنرمند ایندیا که خوانده بود. سوسن فیروز ربخان، و حسنا سادات ممثل ورزیده سینما و همچنان خوشبو رسا. شما خوب هستید؟ بخیر؟ بخیر هستید؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جان شما جور است در مجموع. حسنا سادات، خوش آمدین به برنامه ما و همچنان بهار خوش براتان آرزو میکنیم. سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت خودتون علیکم و سلام. شما عزیزایی که اینجا هستین و همه دوستایی که اینجا هستن و سال نو بلا و سال نو همیتون مبارک. زنده باشید. آدم اشتیا سوز میسازن. متین آقا، خوش آمدین به برنامه ما. سلام آقای جلالی به شما و برای تمام دوستایی که حضور دارن و کسایی که از روی پرده تلویزیون ما رو میبینن. سلام و سلامتی. مگم در تصویر و در چی شاید چکته تو آدم که لایف میبینه حال مجبور تحمیل شده این لغت ها میاید از زبانی آدم. بسیار فرق میکنین. پردیسرم گفت که آهنگه که توی آرام جانم، یعنی چی کده موسیقی رو چی کدید؟ هنرمندی بی که امرایتان میکنم. بله. آقای جلالی اونا دیگه در هالند زندگی میکنن، متاسفانه از خاطر وضع امنیتی افغانستان نتونستن بیان امرای من. خیر شیرایز رو من میخوانم براتون امشب. خب این حالی دادل خود میگه مرا خوش آمدید میگه، شما میگین مرا چی گفتین؟ هر کدام مرا که شما بگید. خب اجازه بتین البته برگب زدن. خب بانو سوسن، سلام چی گوشوارایی خریدی؟ قبیر بارایی این برای رب فایده داره؟ برای ضرب رب. خوش آمدین به برنامه ما. تشکر جلیل صاحب، خوش هستم بعد از مدت ها شما را میبینم و سال نو به شما تبریک میگم. زنده باشید. سال نو به هموطنای عزیزم تبریک گفته، امید که یک سال پر از برکت و صلح و آرامش داشته باشیم. زنده این سرتا بیخی دیگه رقم جور کردید. رپ استایل است خونه؟ رپ استایل است. این رپ استایل والله ببینیم این دیگه ایش فقط بگید سرمولک تو یک ساختگی رفت. مشکل خودت چیست؟ مشکل خودت چیست؟ نزدیک استی گفتم ساختگی نیست؟ نه دل جمعی. زمان آخر شده. بانو خوشبو، خوش آمدین به برنامه ما. سلامت باشین جلالی صاحب. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت متی جان که از راه دور تشریف آوردن، اینا را خوش آمدید میگم. زنده باشید. و سال نو از صمیم قلب بر هموطنای عزیزم که اینجا تشریف دارن و از روی پرده های تلویزیون خود ما را تماشا میکنن تبریک و تهنیت عرض میکنم. امید که یک سال پر از مهر و محبت داشته باشید. در بیرون از کشور می باشیم؟ هالند؟ جان در هالند می باشم. هالند. یک وقت من در کنه فروشی و توی فلیپس هالندی را مفروختم. یکی میگه لبنیات تو جز یاد داره؟ بله. خب من چی سوال میکنم؟ یکی هم گل. گلای لاله رنگ. عطاسیا. دختر پای لچکو دیگه.
کیکتی پیران یک گل لاله سیام دموی خوده مامالانی واره مامالانی واره خب من میگم میگی مام دا پالوش پیرین زیویست یکان گفت آدم تودار میشنوه خب دی رپای نوت چی رقم است بازم همون سابقا میشنیدم دفاع از زن طور یک مطلب بیان میکردین در آهنگایتان تالیارم دمو لین میچلین یا نه؟ امو لین است ولی این بار یک رپ اعتراضی است چی است؟ رپ اعتراضی سیاسی اعتراضی خب این رپ فکر میکنم همی چیش است؟ گپ بلایی گپ بلایی نه خواهمی کل شکایت است بله اصلا هدف رپ هم همی است در تمام دنیا اگر ببینین به سطح میاری همی شکل است شکایات جامعه را باید در قالب چارچوکات لای یا ریتم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید بگیم نگوین که این یک صندوق یا سیف یا یخچال چطور پیدا شد اینجا یک جایزه است ببینیم که باز نصیب کدام یک از مهمانای ما خواهد شد این دیگه باز نظر به استعداد مهمان است از هر که استعدادش بالا بود مربوط امونا میشه خب نه که کدام گیم بازی میکنین چطور استعداد میخواین چک بکنین بله این نظر به سن و سال که از هر مهمان ما سنش بالاتر بود این مربوط میشه به مو مهمان از همین دختران نکنه پرسان که ولگه یک پرسان نمیکنین خودتان جور بین متین جان شما چند سال هستین شما کدام مشکل 28 سال هستم 28 ریزه بچه بودم من میگم یک 42 خوب باشه شما والا چی بگویم دیگه میگن هر چی زیاد بگویم فایده تر نه وضعیت نمیگم جایزه برات مبرایه نه ام چیزی که هست همون رو براتون میگم من 22 سال سن دارم خلاص من بردم دیگه اونا خود بیز زیاد نمیگه 28 و 22 40 50 این چوکی ما 50 شد سرجمش تو چند سال هست؟ الان 4-5 سال پیش 23 ساله بودم یک خانم گفتن چند سال هستی ببخشی گفت من 22 شما را نه خانم دبل خانم بودنی دختر از این پرسان کردن که تو چند هستی گفت مادرم که 22 باشه دیگه من هنوز پیدا نشد خب شما چند ساله بگویم خوش میشه لالا چند ساله بگویی خوش میشی والا هرچی بالا بگویی جایزه در جمع شما میاد 5 سال پیش خونم 23 ساله بودم مال 28 ساله هستم 28 این راست خدا گفته گردنک نزن من من تو کنه فروش هستم از پشت کله نفر میفهمم که چند ساله حتی روی بروی خوچت میفهمم خو یک ذره میگم بال که خشونت نشه بیاسیا میکنم خب شما وی نیراستی شما چند سال هستید؟ 2 سال کم 50 امسال میشم 2 سال کم 50 کردو سنته من تو گفتم خب 28 و 50 72 2 سال کم 50 تو میگی 50 حساب کردی جلاله 2 سال کم 50 بگی برو دیگه در 50 2 سال دیگه چیز روی شد 76 میشه 2 سال توفه بگیرین 2 سالش با توفه میتونی سلامت خب تو باش تو کمی توفه اگر جاندار باشه که نمورده باشه میشه کفلره خرگوشک سگ سگ در ترکیه رفتم بابایی راستی قصه ترکیه را کنم در ترکیه میرم بیادر دخترها کاکرایی مویا عینک چی
در دستش یعنی یک دانه پاپیگک همین کلیسی از سرا سگ باز دور از آزرا خب بگو جلالی دور از مجلس خب دیگه سنن پر خو معلوم میشه آروسی کدی اسنا کدام میشه بگویم اولی دومی سیمی و چرمی نه خانم شوقی نه خب مشکل چی است که در فیلم هر بار آروسی میکنیم وی باز نماره یادم رفت بخدا خب آل اینه خوی تو که بیرو بارک انداخت دیگه آل بیکار استی باز دیگه آروسی میکنی معمولا در هر فیلم یک بار آروسی میکنن اصلیشه بگویم یا نقلیشه نه اصلی رو اصلی یک بار نقلی دیگه از دو نقلی دیگه هم از یه بالا گیر کردین تا آروسی کردین سنگ تبان بیاده بان سنگ نمیشه بیاده رو سنگ تبان که ما باز آروسی داریم و یک شب کت از قیچکی زیای سمنگانی ها باز یادم رفت نمونه خود چه قسم باز میشه بگیم نه جلالی صاحب مرتی را یک دفعه نه و تو چیزی نیست که شما بترسید یا شما رو مقصد ما کنید بچه چه قسم باز میشه نه خلاص بالاست دیگه خلاص بازه بسم الله کلمه پیش از پیش بخوانم اگه کدام گپ شد اجان کلمه پیش از پیش بخوانم نه وقت گپ در کلمه نمیرسه انشالله برو وقت خدا کم تاله فکر نکنه مگم شی از شی نکن همیشه از ما بختم خراب بوده بایم ازش نه والا شی از شی نه همون رو واز که برای جلالی صاحب بسیار باز است دیگه اونا خودشان حالا دانه قرد کرده دیگه هر وقت واز میکنه کلیدی های شک جور کردیم جلالی صاحب متوجه شده باشد هم یگان کس همی لغت های عربی را که میشنوه باز شروع به من هر دفعه باید به من تو یک چیز برایم خب ارث بنی آدم میگه طالب گور از جانی آدم دور نمیشه یعنی یه دقیق قشوی بازم سن از یاد گرفت که اگه کدام شوی دیگه من خود دیگه نمیتونه رو باز کنم خودت باز کنم نه او را از حالا که چلا سال است دیگه کدام شد خب والا شی است خوش نکدی نه این خوشت نامد من میگم نه خوشت نامد والا ما با فایده سر از اون مفروشم شی از واز کنین دیگه واز کنین خیلی شی است چی میکنی؟ یه از اینجا تا میشم من میگم در بغل اینا خواهم میشم چی؟ چی کجا تا میشی؟ خب کتی تارو در صندوق مندازیم باز رئیس بکنیم مرتیر اون طرف بفروش جانم چی را؟ نه سودا اول بوی مشکه داره ای صدقه دربار خداوند شم که میتن نمیگه دختر کیستی خب خنجر جان خوب هستی؟ جور باشی برو جانک جور قراری وطندارای عزیز خنجر است یکی از ممثلین کشور این هم از روزی که پیدا شده طال مجرد است نقصزی چیست؟ کله نداره دست نداره خدا نخواسته پای نداره چشم نداره بینی نداره تیلون خرابی پدره حالیل دا تیل چی فقط ترکتور است که تیلون خراب
اون صندوقش ساختگیست دیگه جور تیار آدم است. خنجر جان در جایزه برای بانو اسنا برآمدی. سک با هنر خود با رای خود تابعدار هستیم. میمانای ما سک چرا نه سلامت باشی. سیل بیرقم کردی مگه از اون سیلایی که در صندوق یعنی باید یک نفر جای است. خدا مداری این صندوقی چقدر سیل کرده. نفسم برآمد، نفسم تنگ شده بود، نزدیک بود که شما مرا سیل خیالت. زن گرفتن خب مفت نیست. یک نفر که نفس کار داره بیادر. خب در این دخترها دیگه اینی مجرد از خودش اقرار کرده که ما عروسی نکردیم. بله اینال باز اگر جرامت کردیم خوبه میشه. نیکی و پرسش او اختیار خودش از موافقه کنه. ما تابعدار هستیم. مقصد چی باشه همین ننگ خودت نگاه کنه که چی شرایط تو چیست؟ شرایط ما است که هر آدم باشه نه با قدرت خدا، با قدرت خود، با ایمان و وجدان خود اعتماد داشته باشه. آفرین. اعتماد با افتخاری میخو یک تو صبر کن. بچه تا گپ داماد آدم گپ نمیزنه. خب اگر این امره ما همکار باشه، ما همی که خانم میگیری خانمت همکار میگی خانم علایده سرکار علایده نه این همکاری سک همدردی سک فهمیدی؟ یکی دیگه همدردی داشته باشی در زندگی هر دیتان هم سینماگر. خب همدردی از این وطن در این سال اینم از اینجا شروع میشه. اگر این را گرفت بفهم که وطن آباد اگر نه باز آنمو گرد وگیز نیوره. گیره شاید نه جلالی صاحب شما چه کار کنین که همو سودای اول اونا رو منصرف نسازین نقدلشان مشکله. آن سودای اول گفت که من شوهر دارم. یه خود چیز نیست یک بوجی که چالو که بفش کنی بگیری. یک وقت فکر کن تا زود برمیگردیم کاروسی داریم. وطندار عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. سیکو با چی رقم همه تو شیی لیور سوالگه نه کجا تا میشه کجای صحیح دیگه حالا خود صحیح شد. خفا نشوی هیچ گپی نیست دیگه اینی خب مربوط سینما میشه. گیره یک سینماگر نگیره آدمی عادی دی وارام نمیکنه. خب شما رو تایید میکنم جلالی صاحب. خب ما براتون گفتیم اسنا جان سینماگر هستن. بخش من سکام سوار صدای چطور میلرزه. فکر تاست یک لرزه گک نه بخاطر که کار ما بخش سینما متفاوت است که کمک درست یکم نزدیک است اما قدر نزدیک نیست. اما اسنا جان از من که نزدیکتر از سینما اینجا چون سازونا آله خو خیلی کت از وا جورم نمیایی. آله که میگن نمیگیرم کیره بگیری که تو میشینه. نه ولی همین دوتا دوتا آدم چی کنه خو یک دونه باشه. نه ما یکی آف نمیکنیم تو برای ما دو دانه پیدا میکنیم. خب خنجر جان چند سال هستی؟ میگه آقا لای پور غواری دای مور غواری یکی نمیگیره میگه دوتا آدم پیدا. یک آهنگ داریم از اگر نمیگیره نو دخترها که ما ببرم پس در جایش بارم ببرم نکو که باز پیش ایمان بشه به جایش برسانینش. چی کن باز نخورد خنجر والا نصیب داو برده. نصیب مرا چی او برده است تو را او برده. فقط اونو خودشان گفت که جنمت یک قصص. خب بیا خدا مهربان است دیگه برنامه. خب آهنگ زیبایی داریم از بانو سوسن. چی میخوانین؟ یک آهنگ دارم خارج از رپ است. بعد مستای ما اگر چی موسیقی درست تکمیل نشده. کوتاه زمزمه کنی.
مستیما زړګی می یار غوړي ښکلی یو خوږ لکه انار غوړي ښکلی یو خوږ لکه انار غوړي بریازی خدا اگه که میگفتی زړه می لکه کدو غوړی نه پیدا میشنویم آهنگ بریم بیادر نخور باز کل دخترهای نمت در دل انار میتل و باز خواستگار که میاد جواب میتل میریم یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. خب متین جان توفیق دارین برای بیننده های ما؟ آهنگ بیخی بالکل جدید، آهنگ
سال نو است از خاطر نوروز یک آهنگ بسیار جدید براتون دارم. آهنگ خدای دلم یکی از آهنگای تازه است که موسیقی شمیجه در افغانستان جور شده. ان شاءالله که ویدیوش هم همینجا خود ساختیم. بیا خدا مهربان. ان شاءالله. میریم و آهنگ میشنیم. صدایتان بسیار مقبول است. زنده باشین. تشکر. هرچی بخونین مزه میده. مهربان است. هیچ دیگه تو نکنی که باز بگویی میرم شیوکی والا نمیرم شیوکی. آره این رقم باز نخونی دیگه. خب یک نقش بازی کنیم. یک نقش بسیار جالب میشه. نقش چی باشه؟ یک نقش باشه سال نوی باشه. سال نوی باشه. سال نو مثلا سال نو است. شما در خانه آمدین؟ اینجا هم نقش داره. نه من ندارم. من خیلی دارم خدا. شما خواسته کل ما هستیم. خب ما میمان آمدیم. شما پدر هستین؟ شما دختر هستین؟ همیشه همین خیر است است. خب شما نامزاد هستین؟ چی؟ خب نقشا معلوم شد. ما دو هنرمند هستیم فکر کنم. دو هنرمند هستیم آمدیم. خب خانه‌تان دیگه نان تیار نیست. و نقش شما مادر هستین دیگه. نیست سیاه نیست. خود دختر خود دختر هستین. خب خیره شما مادر. یه مادر و مو بیبیم. چی؟ صحیح دیگه. اما شما خودتان صاحب نظر هستین. ما بچه لندگه کشان. بار دیگه. ببینم میمانو آمد.
مرگ بیبی بلای بیبی بیبی خب برو کی بیبی بیبی هر چی چی را که میبینی بلا را میبینی مرگ را میبینی برو ها بوبو جان بوبو ما بوبوی ما قدوز دارم تو با آشناس یاره حال میمانای ما خیشای مستد نه دوتا هنرمند بسیار خوب هستن بچه خشخانی ما چی میکنند از خود خانم جای نداره خاطر سال نو آمده آمده که خودت ببره یاد بتنی یگان این خواروی موازخان است که خودت که میگردم اینا موازخان هستن آمدیم که شما را یاد بتیم از موزیک خو بوبو مکه یاد میگیرم من در ماجه تلفو بیر یاد نگرفتم بیت خودش یاد نمیگیرم خب بگو او که دو کار ثواب نکردم نه حتما یاد میگیری جان بوبو جان بوبو شو بچه بیبی بگو اگر نه باز چی بگویم؟ بلیت دندان میگیرم نه تو ایره بخور جان بوبو بوبوی سر پیچ شوه خب بچه بسیار بی‌تربیت شده این روزا چیه؟ سال 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 نو مبارک شما دیگه مبارک خب بگو سال نوت مبارک نه دیگه خودت میخوایی نه خب موسیقی دیگه اونمو اصول موسیقی است مرا دکتر تو خسته شکرت خب یزن کلام بخور که ذره به انرژی خیلی باز خب اینال خیلی میمانا را بگو خب یک بر ما بگو یک توتا بخوانی دخترم نزدیک که دانم رفته نه دختر نمیخوانه بچه هم میخوانه بابا این دختر بر من نمیده نه بچه میشید هنوز کلام میگیرم خب بگو خب دختر را بگو بخون چرا قبل شده نه اول بچه بابای خیروت چی گپ هست اینجا از برای خدا چی حال است هر روز چی حال اندازه بچه تو خب چی تو کنم خواهد دستش دیوانه شدیم میار گفتم بیا یک ساریگه ما یاد بیبی خواهد نطفه توستیم دیگه چی مالا طرف آقای تفتی خب قصه کنید که میمانا شما قصه کنید خب بابای خیرو آنچون اینا کی هستن؟ خود دیگه از همون که ساله جان است دیگه. جان است و نرپیشی بسیار موفق ما خب هنرپیشه هست و همچنان متین جان هستن آوازخوان موفق ما امید که آوازخانه خب بچه من نه همه فهمم اینم که اینمی جانم یک پیدش بود نه تو آرام جانی اونمش بسیار مقبول است حالا من کدام بیبیم شوقی بودم با قرآن اگر یک بیبیم است که ناشناس خوش کنم یکی همی ناشناس هم خوب برو در نقش هستیم خوب یک آهنگ نخونم برات بخون میکنه میشه کوشید به میمان دوست خداست بخون هرچی میگه شاید قفاق در این دی با قرآن اگر بابا با چقدر انسانیت هم دارم اگر نی هنو مکتب هم نخوندیم بابا خیرز باز میخوانی آلو میخوانه تو ضربه که تو پایت بگی خوب خود ضربه خود سایست بر او زنکی تا اوی چی تا میخوانه چی؟ منگز شیشته در گردن چی سو؟ من گفتم مود است مود است مود است خانمان دیگه مودای نداره دیگه چیز کن تو نکار خور مود خواه رفتی منگز های خواه بیبی خوب است که تو خال مال نزدی در جوانی های خال سوزنی زده بود طرف زیر راستی نشست معلوم نمید خو خیلی واقعا امو بیت ما چطوش گرم تو آرام جانم توی مهربانم تو در هر نفس میدمی در روانم تبسم بلال ارغوانت میشوم بهاران جانم و عشقت شکوفم در آغوش گرمت ببارم چوبارم ستاره با باقی آسمانت
می شود. بابام از تو خیلی گله دارم. چرا بچه؟ تو اگر صحیح بابا می بودی اینت یک بچه ما پیدا میکردی. گرفتی مرا چی پیدا کردی؟ یک خواندن زمزمک یاد گرفتی؟ کی؟ یک خواندن زمزمک یاد توی گرفتی؟ مادر جانم او نه بیبی جانم اگه قارم آمد میمانا را میدوادم خواه اینا لیزن بوی راستی همکارتا بگو بخوان برام. اگه من بخوانم خودت از چه گریزان میشی. یک چاشک کنین برام خانم. یعنی من باید بخوانم دیگه چه بلیسه. خودتان دلت میشه سرمک من راست. ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं होता धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा. मेरी बेश मेरी چرا ادامه ندادی؟ رو خوشبوگاه بینی ننکه بخلیچه آقای تا دوست دارم کاکای تا دوست دارم مامای تا دوست دارم مگرم بینی ننکه بخلیچه آها مگم ما یک آهنگ خواندم اینا دوبار خواندن شما هم خواندین اینی هم خواندین دقیق بیوی ما ظلم نشد بیبی تیچ استعداد شنم بچه یک آهنگ نخونن دوستان بیبی تیچ استعداد شنم یک چک نه خیلی سکو بیبی ما تو تیز نمیخوانه بعد از وقفه میخوانه وطندارای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم با آهنگ وینه برنامه دم با دم و اینال بازم بیبی میخوانه دیگه آلدشار کلگی ولی چی یک بیبی داشتی خوی مردم ما خیلی بستیزی چیه والا بگه بیبیت که خود ناز از مقبول است Ja, säg kunna nema vad du säger. شوم صد قلبی خندان تو بدل دارم با تو ارمان تو بدل دارم با تو ارمان تو ز هجرانت هلاکم کجایی ز هجرانت هلاکم کجایی کم ما و کرم شما رفت از خودت گفت خطا خوردانه دیگه زیر خاک خدا ببخشش کتی جمله مورداشت خب حال آهنگ داریم از شما؟ آهنگ قرصک براتون میخوام از آهنگای فولکلور از وطن ما بیا که برویم دیدن گلهای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه بیا که برویم دیدن گلهای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه با جمله نشینیم سرای غزل ها با جمله نشینیم سرای غزل ها قرصک بزنیم در لب دریای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه شمالک مزه داره لب دریای
پنشه شمالک مزه داره لب دریای پنشه شمالک مزه داره لب دریای پنشه پنشیر بهشت از بهشت زمینی پنشیر بهشت از بهشت زمینی لطفی که خدا داده به اطراف پنشیر لطفی که خدا داده به اطراف پنشیر باستان رو خط در رو کوهای بلندش باستان رو خط در رو کوهای بلندش غیچک بزنیم تنبور دایره تا سهرگاه غیچک بزنیم تنبور دایره تا سهرگاه شمالک مزه داره لب دریای پنشه شمالک مزه داره لب دریای پنشه شمالک مزه داره لب دریای پنشه بیا که برویم دیدن گلهای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه بیا که برویم دیدن گلهای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه با جمله نشینیم سرای غزل ها با جمله نشینیم سرای غزل ها قرصک بزنیم در لب دریای پنشه قرصک بزنیم در لب دریای پنشه بسیار مقبول زنده باشین زنده باشین تشکر و چطور بود بیبی آهنگشان والا من خب با مشکل خدا اینجا قایم گرفته بودم خب بیبیم در جوانی آمنم تو شوخ در پس شوخه یا الله خداوندا دیگه سال پر میمنت آرزو میکنیم تا برنامه بعد روز و روزگارتان بخیر